جهانیا خصوصا جهانی کفر آنها در کره زمین و خداوند کریم به نام سوچه نظام اسلامی را قبول نداشتند. یک بانه جویی جور کردند، بلا جواز سر کشور افغانستان مقدس تجاوز کردند، یک وحدت و اتحاد جور کردند. تقریبا تا 47 کشورها اونا نظام اسلامی را از بین بردن و اعلان نمودن که ما مجاهدین افغانستان و برای ملت غیور افغانستان دو سرنوشت را فیصله میکنیم. اولا شما تسلیم شوین کدام مفکوره را اروپایا و امریکا جمع ناتو آوردن آن مفکوره و نظریه را لبیک کنین، او کچری تاسی آغا مفکوره و آغا عقاید او آغا اهداف چه امریکایانو یهودیانو عیسایانو چه صلیبی جنگ په عنوان هغوی تشکیل کړه، وای که په دغه نظریه او هدف باندې تسلیم نشوي تاسو د پاره سرنوشت به دوه وي، یا به شهادت وي او یا به محبس وي. او تبلیغای منفی را د اوج رسانده بودن و دعوا همین بود که امریکا در زیر زمین با 6 متری یک سوزن را هم پیدا میکنه، یک سوزن هم خطا نمیخوره. نو مجاهد به څنګه به خطاش